برادر آواز مرا دارن؟ برادر آواز ما هسته؟ تمام انشاءالله. انا خدا خواسته باشه انا شروع میکنیم انشاءالله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، انشاءالله طبق برنامه هر روزه یک حکم از حکمهای رمضان میگیم، یا اینکه بعد از اون انشاءالله که قصه از قصه های صحابه کرام انشاءالله برای شما تا اون جایی که خداوند برای ما توفیق داد، تا جایی که معلومات پیدا کردیم برای شما میرسانیم، چون که پیغمبر خدا علیه السلام میگه از من برسانی اگرچه یک آیت باشه. خب شروع میکنیم. ای حدیث یا حکم یک از احکامی که در رمضان بسیار از زنها روبرو میشوند. آیا برای زنی که حیض است، کسل ماهانه داره یا اینکه نفاس است، جایز است که روزه بگیره یا در گردن او واجب هست که روزه بگیره؟ البته که نه. در گردن زنی که کسل ماهانه داره یا اینکه نفاس داره، در گردن او روزه فرض نیست. جایز نیست که او روزه بگیره. شاید که بعضی خواهرها، بعضی مادرها، بعضی اپا از خواهر، نمیدونم از اکشان، از پدرشان، از یک نفر دیگه ایزا بکشن، این چیزا اشکار نکنن، اما روزه گرفتن او جایز نیست. باید روزه شون بخورن. اگر پنهان بدارن باید در پنهانی خودشون یگان چی بخورن تا اینکه این حکم شرعی جاری بشود. چون که در شریعت زنی کسل ماهانه داشته جایز نیست که روزه بگیره، اما روزش باید در وقتهای دیگر قضا بداره بجز نمازش. برای زنی که حیض و نفاس است، نماز هم در گردن او واجب نیست، فرض یعنی فرض نیست، اما بعد این رمضان باید که روزش چی بکنن؟ قرض بداره، اما نمازش نیست. چون که رمضان ماه برکت، ماه رحمت، ماه فرصت ها فقط در یک سال یک بار میآید و سال دیگه خدا میدوند که برای ما میسر میشود که روزه بگیره میانه. از همین لحاظ روزه را قرض میداره اما نماز نه. این درباره یک معلومات کوتاه درباره خواهرایی که در همین حالت ها گرفتار میشوند در ماه مبارک رمضان. قصه نوبتی ما امروز درباره یک از صحابه کرام است که در علم، در تقوا، در پرهیزگاری، در سخاوت، در ذکاوت همتا نداشت. بهترش از سخن خودش شروع بکنیم که چی میگه. اون نفر کیست؟ اون نفر عبدالله ابن عمر است. عبدالله ابن عمر میگه از وقتی که به پیغمبر علیه السلام بیعت کردم و تا اخیر عمر که الان دارم، آخران شاید روزهای عمرم باشه، با اون عهد و پیمانی که به پیغمبر خدا علیه السلام بسته بودم
به همو پابرجا ماندم. از او هیچ وقت عقب نشینی نکردم. به هیچ فتنه‌گر عهد و پیمان نکردم. بیعت نکردم. و هیچ مسلمان خوابیده را بیدار نکردم. عیناً مثل همون کاری که پدرش انجام میداد. تاجیک‌ها میگن که از شیر میشود. از عمر دیگه مثل عمر به دنیا میآید. از عمری ناترس، پرهیزگار، سخاوتمند، عادل طبیعی است که فرزندش هم مثل خودش میشود. از یک سرور، از یک وزیر، از یک منصبداری که خودش پارخور باشه و خودش ظالم باشه، دیگه از فرزند او چیزی دیگه به جز ظلم یا که به جز خیانتکار چیزی دیگه انتظار داشتن غیر امکان است. حضرت عبدالله 13 سال داشتن که غزوه بدر شروع شد. اولین جنگی که بر ضد مشرکا بودن. عبدالله ابن عمر در این جنگ همراه پدرش خواست اشتراک کنه، اما پدرش نگذاشتش. ببخشید برادران، پدرش میخواست عبدالله همراه خودش در جنگ اشتراک بکنه، اما پیغمبر خدا علیه السلام نگذاشتش. گفت که تو 13 سال عمر داری، برای این حال خورد هستی. با تحقیق فضیلت هایی که عبدالله ابن عمر داشت زیادند، اما یکی از اونها علم زیاد داشت، فقه بحر بودن، سخاوتمندترین بود، نفری بود که بای بود، تاجر بود، تاجر خیلی موفق بود، اما از تجارت، از بایگری و از منصبش یا به خودش چیزی نمیگرفت. خزینه نمیکرد، به همه تقسیمش میکرد. در تقوا حمد و ثنا خدایی را که او را تقوا داده بود. در پرهیزگاری، در راستگویی، در راست قولی، در پیروی از سنت پیغمبر علیه السلام همتا نداشت. این فضیلت هایی بود که عبدالله ابن عمر داشت. گویا که حضرت عمر بود. گویا که حضرت عمر خودش بود. تقریبا تمام فضیلت هایی که حضرت عبدالله ابن عمر داشت، حضرت عمر هم همون چیزا را داشت. گویا که حضرت عمر خودش بود. عبدالله ابن عمر همیشه نگاه میکرد، دنبال پیغمبر میگشت. پیغمبر هر کاری را که انجام میداد، عبدالله ابن عمر از قفای او انجام میداد. هر کاری را که انجام میداد حضرت پیغمبر، عبدالله ابن عمر کوشش میکرد که همون چی خیلی که پیغمبر انجام داده است او را همون خیلی انجامش بده. مثال، هر جایی میدید که پیغمبر علیه السلام نشسته دعا میکرد، عبدالله ابن عمر همون جمعه اومد میشیش بعد دعا میکرد. هر جایی که میدید عبدالله ابن عمر پیغمبر راستا دعا میکرد، عبدالله ابن عمر هم می اومد در همون جایی که پیغمبر بود، در همون جا راستا میساد دعا میکرد. هر کاری را که انجام میداد پیغمبر، عبدالله ابن عمر عیناً مثل همون میکرد. بسیار پیروی سنت بود، سنت پیغمبر علیه السلام. روز پیغمبر علیه السلام مکه می رود. وقتی میخواد از شترش پایان بشه پیغمبر، شترش دو کروک تا میخوره، بعد میشینه. شاید که شتر برای خودش یک جای مناسب میخواست که بشینه برای پیغمبر از پسش فرامدن. حضرت عبدالله ابن عمر همین چیز دید و پیغمبر علیه السلام بعد 2 کروک تا خوردن شتر در زمین شیشتنش، پیغمبر از بالای شتر پایین شد، 2 رکعت نماز خواند. عبدالله ابن عمر از قفای پیغمبر آمد، در همون جایی که پیغمبر بود شترش 2 کروک تا داد، شیناندش، فرامد 2 رکعت نماز خواند. اینقدر پیروی پیغمبر علیه السلام بود. اینجا است که عایشه رضی الله تعالی عنها میگه اونقدر پیروی پیغمبر بودن عبدالله ابن عمر، میگه در این زمان شاید به مثل عبدالله ابن عمر کسی را پیدا نکنی که
هر کاری که پیغمبر انجام داده است دقیقاً 100% مثل همون انجام نداده باشه. همین بود که مردم زیاد دعا میکردن. حضرت عبدالله ابن عمر ما گفتیم که تقریباً 85 سال عمر دیدن. از همین بود که مردم دعا میکردن، میگفتن که خدایا تا وقتی که ما زنده هستیم عبدالله ابن عمر زنده بگذار، چون که از او دیده عمل میکردگی به گفته های پیغمبر و سنت های پیغمبر کسی دیگر نداریم. دعا میکردن. ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث زیاد میدانست، اما هر حدیثی را که در او ذره شک میکرد که شاید یک حرفش یا یک کلمهش فراموش کرده باشم، او حدیث نمیگفت، میترسید. از این گفتن این حدیث خودداری میکرد. هیچ وقت شاید در زمان او از او دیده چی میگن آگاهتر یا پرهیزتر در گفتن حدیثی که شاید یک کلمه‌اش فراموش کرده باشه، شاید یک جمله‌اش فراموش کرده باشه یا تقریبا بعضی جاهاش از یادش برآورده باشه، مثل او کسی دیگه نبود. یک روز یک مرد نزد حضرت عبدالله ابن عمر میآید. حضرت عبدالله ابن عمر بحر علم بدن. نزدش میآید، از او میپرسه که فلان مسئله چی میشود. عبدالله ابن عمر با آسانی میگه که نمیدونم. نگاه کنین که همراه پیغمبر علیه السلام بود. هر کاری که پیغمبر انجام میداد او را مثل همون انجام میداد. مردم بسیار با تقواتر گفته و خدا ترس امور رفتار پیغمبر اجرا میکردگی گفته چیکارش میکردن؟ گوش میکردن به همون شکلی که بود، به همون مکان و منظرتی که بود. باز چیکار میکرد؟ میگفت که حدیثی که کمتر در او شک داشت نمیگفتش. میگفت شاید که فرد در روز قیامت بعد از این گپام پرسیده بشم. بعد به این مرد گفت که نمیدونم. اون مرد رفت، حضرت عبدالله ابن عمر خواست پی کارش بروه. وقتی پشت گردان با آواز پس گفت که الحمدلله. سوال کردن از عبدالله ابن عمر و گفت که نمیدونم. نگفت که اگر من بگم نمیدونم شاگردام ایما میرنجند. نگفت که من اگر بگم نمیدونم مردم مرا قاری میگن، مرا مولا میگن، مرا داملا میگن، ایما میرنجند، یا که از ما چی میگن دیگه مرا آب روی ما پس میشود. این کارا رو نکرد. گفت نمیدونم. تمام. خودش از یک مشکله در نزد شاید روز قیامت از یک مشکله نجات داد. حکم کردن یا اینکه یک چیز فتوا دادن چیزی آسان نیست. همه این سوال و جواب داره. از فتوا دادن میترسید. خیلی پرهیز میکرد. فتوا عبدالله ابن عمر یاری پیغمبر علیه السلام همراه ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ابو هریره، همه این صحابه های بزرگ شید، اما از فتوا دادن میترسید. امروز ما یک کمی اگر یک چیز معلومات داشته باشیم در فتوا میتیم. کافر، فاسق، حرامخور، مرتد، منافق برای ما خیلی آسانه. اما او حضرت ها برای یک سخن گفتن خیلی فکر میکردن که آیا همین جایز هست، جایز نیست، آیا این فرد در روز قیامت سوال و جواب داره یا که سوال و جواب نداره. این چیز خیلی برایشان مشکل بود. همین پرهیزگاریش، مردم دوستداریش زیاد بود که حضرت عثمان یک روز حضرت عبدالله ابن عمر فریاد کرد. از او خواست که قاضی بشود. عبدالله ابن عمر بهانه پیش آورد و رد کرد. باز هم حضرت عثمان چی در گفتهاش ایستاد و او را چی بیشتر چیش کرد، از او طلب کرد که قاضی بشود. اما حضرت عبدالله ابن عمر
این سخن به هر بهانه نپذیرفت. و حضرت عثمان ابن عفان از عبدالله ابن عمر گفت که آیا من تو را امر میکنم سخن ما را گوش نمیکنی؟ از سخنهای ما سرپیچی میکنی؟ عبدالله ابن عمر گفت که نه، اصلا به خدا این کارا نمیکنم، اما ما را معذور بدان. این دلالت از اون نمیکنه که اوجا بعد گفت که مثلا ما شنیدم که قاضی ها 3 نمود میشون. یکمش که نادان نادانی یک چیز فتوا میتیه، دیومش که به خواهش میل نفس نفس خودش فتوا میتیه. یک گروه دیگرش هست که اگر مثلا فتوای خوب داد یک ثواب میگیره و اگر فتوای ناخوب داد یا که اگر فتواش در اجتهادش اشتباه باشه او 1 ثواب میگیره و اجتهادش اگر درست باشه 2 ثواب میگیره. و دلیلای زیاد آورد و خودش معذور دانست، وظیفه قاضیگی را قبول نکرد که اون وقت از همه منصب بالاتر در اسلام قاضیگی بود که تمام ثروت داشتی، تمام آبرو را داشتی، تمام عزت و حرمت از همه بالاتر برای قاضی ها بود. همون طوری که امام ابو حنیفه رحمه الله زندان و شهادت به گردن گرفت اما قاضیگی را نه. امروز مردم میلیون ها میتیان، صدها هزار یورو دلار میتیان که در یک جا قاضی شون بمونن. مردم اون وقت از قاضی شدن اونقدر میترسیدن که زندان را به عهده میگرفتن، زندان را به کله میگرفتن، اما وظیفه قاضیگی را نه. امروز ما پیروی امام ابو حنیفه ایم، اما میلیون ها میتیم که ما را قاضی بمونن و اون میلیون که ما دادیم میدونیم که باز یک نفر دیگه پیدا میشه که 1 میلیون دیگه میتیه چی جای ما را میگیره. برای همون در مدت 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه بعد کوشش میکنیم که همون 1 میلیون دادگی را 3-4 میلیون کنیم بگیریم. او را هم از کی میگیریم؟ از مردم شریف، از حکم عادلانه برآوردن او را به دست میاریم 100%. پس باز نفر دیگه میآید، باز این کارم دوام دادن میگیره. عثمان ابن عفان به عبدالله ابن عمر گفت که خب من عذرت را قبول میکنم، اما در هیچ کس نگو که عثمان برای من وظیفه قاضیگی را پیشنهاد کرد من رد کردم. میدونی برای چی؟ برای میدونید که اگر بفهمن مردم که عبدالله ابن عمر از این وظیفه دست کشیده است، هیچ کس دیگه منصب قبول نمیکنه، همه میترسن، میگن وظیفه این مسئولیت این خیلی وزبین بوده است که عبدالله ابن عمر از این دست کشید. و عبدالله ابن عمر هم با کسی این گپ نگفت. این معنی او را نداره که حضرت عبدالله سخنهای عثمان ابن عفان هم گوش نکرد. این معنی او را داره که 100% عبدالله ابن عمر میدونست که از اونم نفرایی هستند که لایق‌تر هم هستند و عالم‌تر هم هستند. برای همین منصب عبدالله ابن عمر نپذیرفت. ابن عمر رضی الله تعالی عنه شب زنده دار بود. شب تا سحر با ذکر خدا روز میکرد، قرآن میخوان، نماز میخوان. روز که میشید با روز تا بیگانه با ذکر خدا، با یاد خدا سپری میکرد. سبب شب زنده دار بدنش زیاد بیاید از سخنهای خودش بشنویم که چی میگه. عبدالله ابن عمر میگه رضی الله تعالی عنه یک شب خواب دیدم که در یک متاع پشمی 4 کنجه در همون نشستم در جنتم. هر جایی جنت میخواهم او مرا میبره. ناگاه میگه نفرهای مرا منع کردند، خواستن که مرا به دوزخ برن. میگه بعد یک گروه دیگه آمد مرا نجات داد و گفت که بره تو آزادی. وقتی این خوابش به حفصه اپش میکنه که زنی پیغمبر علیه السلام بود اگر خطا نکنم، پیغمبر علیه السلام میگه اگر عبدالله ابن عمر شبها نماز شب زیادتر میخواند باز زیادتر سیر و گشت میکرد. همین بود که
تا اخیر حیاتش حضرت عبدالله ابن عمر نماز شب ترک نکرد. قیام لیل میگیم که همون نماز شب ترک نکرد. تا اخیر حیاتش عبدالله ابن عمر نماز شب خوند. چی در سفر بود، چی در خانهش بود، نماز شب ترک نکرد. چون که میدونست که نماز شب نور است در قلب‌های مسلمان ها و اینم خداوند به هر کس نصیب نمیکنه. اکثریت ما تا صبح، تا خاصتا در همین ماه شریف رمضان، ماه فرصت ها، ماهی که خداوند یک، اگر به زبان روسی بگیم که رسپرداژ در مخفیتش اعلان کردگی که شاید اگر یک عمل خیر کنی 1000 بنویسش. اما تا صبح بیدار میستیم، کینو تماشا میکنیم، تلفنی صحبت میکنیم، به هر گپای پوچ به معنی چی میشیم پایبند میشیم، اما نماز نمیخوازیم بخونیم. نماز شب نمیخوازیم بخونیم. بعد تراویح در نظر دارم. اینجا سوال به میان میآید برای چی ما نمیتونیم 2 رکعت نماز بخونیم؟ تا صبح بیداریم اما نمیتونیم 2 رکعت نماز بخونیم. این همون توفیق الهی است. عالم میگه اگر خطا نکنم خداوند در روزی یادش بکن تا که در شب تو را یاد بکنه. یعنی همون مقصد قیام لیل نماز شب است. خداوند که در روزی یاد کردی به یاد خداوند باشی، البته که خداوند در شب هم به یادت است. تو را هدایت میکنه که بخیزی 2 رکعت نماز بخونی. سفر میکنی 100 کیلومتر میای تا شاید تا نماز بامداد با تلفن مشغول باشی یا که اینترنت، تلویزیون، سریال، هر چیزی که نباشه با دیگه کارا مشغول شده میتونی، اما خسته 2 رکعت نماز خوانده نمیتونی. چون که این توفیق خداوند برای تو ارزانی نداد، چون که لایق این نیستی. در روز با ذکر خدا زیاد باش که چون خداوند تو را هدایت کنه در شب چی نماز شب بخوانی. عبدالله ابن عمر به مثل پدرش وقتی که آیتی از آیاتهای قرآن میشنوید سخت گریه میکرد، خاصتا درباره اون باشه که عذاب مشقت باشه، احوال اهل دوزخ باشه، احوال نفرای باشه که در دنیا در نمازاشان، در روزشان، در اعمال در احکام دینیشان سست بودن، نادیده میگرفتن. زیاد گریه میکرد. روز صحابیه نقل میکنه که در نزد عبدالله ابن عمر آیتی را خوانده: ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون. بعد میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. خب درباره اون نفرایی هستن که وقتی از مردم چیزی میخرن زیادتر میگیرن به خودشون، در همون کاسه یا که هر چیزی که چین میکنن چیزایی میخریدگیشون، و وقتی که اونا بعد مردم میفروشن کمتر میفروشن. بعد میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. میگه اونا گمان نمیکنن که روز اونها از زمین برمیخیزن، محشر، روز محشر میشه. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اون روز مردم برای رب عالمیان، پروردگار عالمیان چی مردم بالا میشن. از اون روز نمیترسن. وقتی میگه عبدالله ابن عمر این آیت گوش کرد گریه کرد، میگه بسیار بسیار گریه کرد، میگفت یوم یقوم الناس لرب العالمین. اون روز مردم از خاک بیرون میشن برای خداوند عالمیان. اونچنان میگه زیاد گریه کرد که از گریه هوش حضرت عبدالله ابن عمر رفت. امروز ما آیات‌های قرآن رو میشنویم، تفسیرها را گوش میکنیم، اما به ما تأثیر نمیرسه. برای چی؟ برای که فوندامنت، ته کرسی برای حس کردن او نداریم. خداوند میگه الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. نگفت اسلموا، گفت آمنو. گفت آیا قرآن معنی او را ندارد که وقتی که ذکر خداوند بشنوند
قلب‌های اونا پرهیزگار شود، بترسه از عذاب خداوند، از مسئولیت یک مسلمان در نزد مردم و در نزد خدا. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آرامش قلب‌ها در ذکر خداوند است. هر کس که ذکر خدا زیاد کنه، خداوند قلب‌های اونا را چی میکنه؟ اطمینان میتیشان، باوریشان میتیه، آرامیشان میتیه. عبدالله ابن عمر گفتیم ثروت خیلی زیاد داشت. بایگریش خیلی زیاد بود. از تجارتش فایده زیاد میگرفت. اما یگان سوم اون خزینه نمیکرد. همشه در راه خدا صرف میکرد. زیاد به کمبغلا و کمبیزاعت ها تقسیمش میکرد. همیشه حضرت عبدالله ابن عمر کوشش میکرد که تنها افقاد نخره. همراهی کی بخره؟ همراهی بای بچه ها نه. همراهی کمبغلا و کمبیزاعت ها بخره. اونایی که در واقع برای خوردن افقاد احتیاج دارند. امروز ما برای خودنشانتی 50 نفر را فریاد میکنیم برای افطار. خب همه او 50 نفر با ماشینای نمیدونم کیمری و نمیدونم بی ام و و مرسدس اینا میآیند. در مابین هموا یک نفر نیست که همین بگاه چیزی نداشته باشه که افطار کنه. ما فقط کیرا با همون نفرای فریاد میکنیم که اگر در خونه‌شون باشن 100% همون چیزی که در اینجا پیدا کردن اونجا هم پیدا میکنن که در خونه‌شون بخرن. عبدالله ابن عمر هم بسیار فرزنداش سرزنش میکرد که شما وقتی که میخوای کسی کمک بکنه، طعام بتی ضیافت بکنه، کوشش کنه نفرایی را بکنه که اونا در واقع احتیاج به خوراک شما داشته باشن، احتیاج به دسترخوان شما داشته باشن. شما این چی است که همه منصبدارا و همه نمیدونم نفرایی که احتیاج به خوراک ما ندارن. درست است که مهر، محبت، صله رحم، دوستی اینا، اما در واقع وقتی خواستی صدقه و خیر کنی باید نفرایی باشن که در واقع احتیاج همون چیزا داشته باشن. ابن ولید رضی الله تعالی عنه میگه عبدالله ابن عمر میگه یک روز دیدم که 4000 درهمش دادن و یک جامعه قیمت بها. میگه روزی دیگه دیدمش، فرداش میگه دیدمش در بازار برای اسبش خوراکه یا علف یا هر چیزی که باشه قرض گرفته است. یعنی 4000 درهم دیروز داشت و همراه یک جامعه خیلی قیمت بها. امروز گشت است آمده است در بازار از فروشنده ها علف خوراکه برای اسبش قرض گرفته است. میگه در حال خانه حضرت عبدالله رفتم. میگه از فرزنداش پرسیدم که آیا برای پدر شما دیروز 4000 درهم همراه یک جامعه ندادن؟ گفتم بله دادن. دیروز گفتم تا همون 4000 درهم خانه به خانه تقسیم نکرد. با کمبغلا و کمبیزاعتا خانه نآمد. خانه آمد جامعش هم در کتفش پرتافت بیرون برآمد. وقتی خانه بازگشت در آمد او جامعش هم نبود. عبدالله ابن عمر وقتی که آمد از او پرسیدن که چیکار کردی؟ گفت ملک چیزی که بود با کمبیزاعتا با کمبغلا دادم. و او جامعه را یک نفر که از من پرسید که گفت جامعه بسیار خوب است، گفت احتیاج دارم، برای او دادم. برای من همین لباسی که هست دریده است هر چیزی باشه ترک فرض نشینه سگان جمله میتوبه این برای من کافی است. یعنی که وظیفه لباس پوشاندن مرد است، پوشاندن عورت، در زمستان گرم گرفتن، در تابستان راحت در تنه باشه. امروزها ما چه خیلی گفتیم ما لباس نمیخریم، لباس ما را میخره. این فیرموها هستن که دولچه گابانا، تومی هیلفیگر، مارکو پولو، کالوین کلاین اینا که ما را میخره. ما اونها را نمیخریم چون که همون فوتبالکای ما میخریم از همون نرخی که از تومی هیلفیگر و دیگه میشه از دیگه فیرم خرید. نه ما نگاه میکنیم که تومی هیلفیگر باشه یا یگان نمود دیگه تا چی
در مردم خودمون نشان بدیم. پس او لباس ما را میپوشه، ما او لباس نه. این مرد چیکار کرد؟ رفت در بازار با آواز بلند گفت ای تاجرای مدینه، گفت ای تاجرای مدینه، تجارت شما فایده نداره. گفت تجارت از عبدالله ابن عمر بیاموزی. واقعا در تجارتش برد کرد، فایده زیاد دید. چیکار کرد؟ تمام مال ملک داشت همون روز به دست آورده بود، اونا را در راه خدا خیر کرد، به کم بغلا و کم بیزاتا برد کرد. بعد گفت که از عمر به دنیا می آید. نفری که همراه پیغمبر علیه السلام بود، شاگرد پیغمبر بود، از او فقط همین چیز انتظار شدن ممکن است. از او زیاد دیگر چی گفته میتونیم در وصف عبدالله ابن عمر؟ در واقع مال در عبدالله ابن عمر مثل غلام بود. هر چیزی که میخواست او را استفاده میبود. هر کاری را میخواست انجام میداد. مال چیزی گفته نمیتونست. نفسش در دست داشت. روز میگه یک دوستش عبدالله ابن عمر ده یک جامعه از خراسان آورد. جامعه خیلی قیمت بها. عبدالله ابن عمر او جامعه را در تنگ، عبدالله ابن عمر را گفت که این جامعه را بگی، اما گفت خواهش میکنم وقتی که این را گرفتی مثل دیگر لباس ها در هر کس تقسیمش نکن. خواهش میکنم این بسیار جامعه قیمت بهای، خودت بپوشش. عبدالله ابن عمر گفت یک بار ممکنه ببینیمش. وقتی که عبدالله ابن عمر جامعه را دید گفت که به خدا جامعه خیلی خوب، از پخته، بسیار متاع خوب. باز برگردون به همون صاحبش داد، گفت که نه ایره من نمیپوشم. گفتن برای چی نمیپوشیش؟ گفت وقتی که ایره بپوشم شاید فکر کنم که من از دیگرها بالاترم، نکنه که خداوند رحمت از من دور کنه و در من کبر و غرور پیدا شود که به این لباس من از دیگرها خوبتر و خوشروتر نمایانم. برای همین او جامعه را به او برگردان. گفت لازم نیست. یک روز یک دوست دیگرش به عبدالله ابن عمر یک دارو میاره، دارو خیلی قیمت بها. از عبدالله ابن عمر خواهش میکنه که این هدیه مرا قبول بکن، من این را از عراق آوردگیم. عبدالله ابن عمر میگه چی است؟ میگه دارو. عبدالله ابن عمر میگه داروی چی است آخه؟ میگه وقتی یگون چیز خوردی این را تیز هضم میکنه. عبدالله ابن عمر میگه قسم به خدا من 40 سال شد، زیاده از 40 سال شد من خوراک نخوردم که سیر کنم. من سیر نکرده بحث میکنم. برای همین گفت برای من احتیاج نداره. صحابه کرام از پیغمبر علیه السلام وصیت گرفته بودند که معده را به 3 تقسیم کنند. یک هوا، یک آب، یک خوراک. باید به 3 تقسیم کنند. در یکی از برنامه‌های همین اروپا با حرفای کلان نوشته است که پیغمبر مسلمانان محمد صلی الله علیه و سلم گفته است که معده را 3 تقسیم کنی: هوا، طعام و آب. هیچ وقت مریض نمیشین. سیر نکرده خوراک را بس کنین، هیچ وقت مریض نمیشین. در زمان پیغمبر علیه السلام یک طبیب اومد گفت به من اجازه بده که در همین مدینه زندگی کنم، مردم را طبابت کنم. پیغمبر هم گفت هر جایی که خوش داری مثلا زندگیت شروع کرد. بعد از بین 1 روز، 2 روز، 1 هفته، 2 هفته، 3 هفته، نمیدونم ماها گذشتن، کسی پیش طبیب نمی رفت. بعد طبیب آمد از پیغمبر در پیغمبر شکایت کرد. گفت ای پیغمبر این مسلمانا گفت پیش من نمیان، من یورالی چی نکنم، طبابت چون کنم. گفت برای چی؟ گفت اینا فکر میکنم پیش همون طبیبای خودشون میروند، ای وطن خودشون، از قبیله خودشون، از قوم خودشون، پیش من هیچ کس نمیاد. پیغمبر صلی الله علیه و گفت اینا کسل نمیشوند. گفت چه کسل نمیشوند؟ گفت اینا وقت خوراک میخورن پیش از اون که سیر کنن بس میکنن. همین است که اینا کسل نمیشوند.
و این توصیه بود برای برادرانی که چی برای که برادری که روزه دارن. برای همین کوشش کنیم وقتی که روزه هم که میشکویم همین ژلودکا یا معده را سه تقسیم کنیم: هوا، آب، طعام. چون هم فایده ایمانی و فایده چی میگن روحی و اینا را به دست بیاریم و خداوند اجرش بده. و از جهت جسمن، از جهت چی میگن طب، برای خودمون سلامتی مونده فایده خوب داشته باشه. خب حضرت عبدالله ابن عمر تا خلافت امویا زندگی کرد و دوام قصه عبدالله ابن عمر فردا اگر خداوند اجل نصیب کرده باشه برای ما فرصت داده باشه ان شاء الله که چیکار میکنیم دوام قصه را میگیم. خیلی حضرت عبدالله ابن عمر در وقتی که حضرت علی با حضرت معاویه درگیر اختلاف شدن موقعش چی بود و چی موقعی داشت در او جنگ دو طرف در بزیدی کی میگنش سبحان الله فراموش کردم یک به نام یک چیزی ظالمش میگفتن حجاج ظالم و بزیدی او چی سخنها گفت نترسیده و در آخر حیاتش در کدام خلافت در زمان کدام خلیفه از دنیا گذشت فردا انشاءالله صحبت خواهیم کرد و الان شما را به خداوند عزوجل می سپاریم. باشد که خداوند تمام عبادت ها، روزه ها، نمازهای ما را درگاهش قبول بکنه و دعا را در حق برادران فراموش نکنین، دعا را دست کم نگیرین. پیامبر خدا علیه السلام میگه دعا این مغز عبادت است و در روایت دیگه میگه دعا این اسلحه مسلم است. انسان اگر دعا بکنه خواستن در روزه‌داریش و خاصتا پیش از نماز شام دعاش قبول است و آدمی روزه‌دار پیش از شام دعا بکنه دعاش قبول است. پس دعا بکنه خداوند هر کجای که هر مهاجری هست در پناه عزت خودش نگهبان باشه. پروردگار تمام مهاجرین که هست به هر سببی از وطن خارج شدگان ساق و سلامت با سر بلند با عزت آبرو به وطن بر بگردانشون. برای پدرها، مادرها، اون نفران عزیزای ما که از ما دورند برای اونا خداوند صبر جمیل بتیه و همه این مشقت های دوری از ما دور از اونها، دوری از محبتی پدر و مادر اینا را در نامه اعمالشون نوشته گردانیده باشه و خداوند برای اونها باز هم صبر جمیل عطا فرموده باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر هر چی فکر اندیشه و نظری داشته باشه انشاءالله در زیر کامنت بنویسین میخونیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.